سلام دوستای خوب و نازنین، خوش آمدین با یک ویدیوی دیگر. امیدوارم که جور صحت و سلامت باشین. خب نازنینا، امروز یک فلافل خوشمزه و عالی آماده منیم. امی ویدیوش خواستم با شما عزیزان شریک بسازم. امید که از این ویدیو لذت ببرین. تا آخر ویدیو را ما را همراهی کنین، برایتون مفید تمام شود. خب نازنینا، مواد لازمش بلش توضیح ندادم، عالم توضیح میدیم. مواد لازم: 3 گلاس نخود، نیم گلاس آرد سخاری، 2 دانه پیاز، 2 دانه سیر، 2 دانه مرچ دلمه. ادویه هایی که در فلافل لازمه: نیم قاشق مرچ سیاه، نیم قاشق مرچ خانگی، 1 قاشق تخم گشنیز، 1 قاشق زردچوبه، نمک به مقدار لازم. حالا ما آماده منیم امی فلافل خوشمزه امشب. خب نازنینا، کسایی که جدیدن به چینل یوتیوب من پیوستین، خوش آمدید میگم. اگر تانو سابسکرایب نکنین سابسکرایب کن، زنگوله رو فشار بدین برای همیشه بیننده ویدیوهای باشین. تشکر از تک تک شما با کامنت های زیبای شما. خب نازنینا، حالا آماده منیم امی فلافل خوشمزه امشب. ما منج روغن سرخ کردنی گرفتیم. روغن قدم اول کم بندازیم، به این اندازه بس. دیگه اگه خواستین در زمستان فلافل آماده کنین، خیلی راحته. بیننده های عزیز، 3 گلاس نخود که تر کنین با آب جوش سر بخاری بگذارین. مدتی 24 ساعت سر بخاری که گذاشتین دیگه اون تقریبا جوش خورده و جوشانده اوره میشه. خیلی راحتی و آسانی. در میکسر اگه انداختین، اگر در خردکن پیاز بانجان انداختین، به راحتی و آسیاب میشه. دیگه نگفتنم نبیننده های عزیز که این فلافل حتما آماده کن. یک دفعه امتحان کن و امتحان کردنش میارزه. خیلی خوشمزه و عالیه. دیگه امشب اولادای معواسی فلافل کرد، ما هم گفتم بیا که امی ویدیوش با شما عزیزان شریک بسازم. دیگه خدا کنه که اینترنت ها فعال شه بخیر. ما منتظری اینترنتم که بخیر فعال شه برای شما ویدیوهای قشنگ و عالی آپلود کنم. ما هم بسیار دلتنگ شما شدم بیننده های عزیز. از دستگاهک استفاده منم بیننده های عزیز. دیگه شما اگر داشتین که خوب نداشتین، با دستم میتونین که فلافل خره آماده کن. یک کمی باید ایره فشار بدیم. خب نازنینا، دیگه روی از دستگاهک یک کمی روغن میزنیم که فلافل هایم نچسبه درویش. راحتی میتونین فلافل در خانه آماده کن. در کنار خانواده های خونوش جان که از خوردن چه لذت ببرید. دیگه آدم در خانه که فلافل آماده مونه مطمئنه از نگاه بهداشتش، از نگاه صحیش، صحی بودنش، به خاطر بهداشتش خیلی آدم مطمئنه. به می خاطر در خانه خیلی با اطمینان کامل فلافل های آماده کن. بیننده های عزیز، حرارت گاز متوسط میدیم که فلافل های خوب صحیح پخته شد. بیت جان، یک دام قاب سفید بیار بگم فلافل ها رو بکشون بشه. خیلی نسمه یک دام دسمال هم بیار کلو اونجا دسمال قواسی. خب نازنینا، دیگه یک طرف فلافل های سرخ شد، کم کم دیگه طرفش دور میدیم. دیگه بیننده های عزیز، میتونین از 3 گلاس نخود یک عالم چیز جور کن فلافل، چون که میتونین در یخچال نگهداری کن. بسته بندی کن در یخچال بلین. هر وقت دلش میخواست یک داش بلین، یک کم گرم کن، باز نوش جان کن. یکی از بازار آدم میخوره 100% هیچ بدرد نمیخوره. اندازه قیمت هست ولی بدرد نمیخوره. دیگه در خانه که آدم آماده منه این دلواز و پیشوازه، چون از 3 گلاس نخود خیلی فلافل زیاد آماده میشه.
آستا آستا دیگه طرفش دور میدیم نازنینا که فلافلای خراب نشه. حالا هر دو طرف سرخ شد. همه‌اش سرخ شده من ده عزیز. همه رو با هم به سر بشقاب خالی منیم. حالا حرارت گاز کم منیم. کمک روغن منزیم در تاوه. صدای تلویزیون پخش میشه گرای من. بیننده های عزیز دیگه عالم فلافلای ما آماده شد. رفت دختر میکین نان فلافل بیر از بازار. بخیر ویدیو آخرشم بلش ما میلم. خوب نازنین عالم مواتش کلش آماده کردیم. در داخل نان میچینیم. بیننده های عزیز دیگه عالم یک برگ کاهو میلم در داخل نان. دو قد پیاز. دو قد پیاز دیگه 3 دانه فلافل. حالا درست می‌بینید خیار شورو مرچ دلمه. فلافل خود دمی شکل آماده کیم. باش که بچه خواسته که سوسن باش بدیم بیننده های عزیز. دمی اندازه بسه بیننده های عزیز. شما میتونین از این فلافل خوشمزه آماده که نوش جان کن از خوردنش لذت ببرین. در کنار خانواده از خوردن فلافل خانگی لذت ببرین.
دیگه اگر وقت داشتین بیننده های عزیز نان فلافل میتونین که در خانه آماده کن. خب بیننده های عزیز دیگه فلافل خوشمزه ما آماده شد. دیگه تشکر که تا آخر ویدیو را ما را همراهی کردین. تا یک ویدیوی دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. شاد و سلامت باشین. شب و روزتان خوش.